اگه توی رابطه‌ات هیجانی و واکنشی رفتار می‌کنی، این 4 تا مرحله رو تمرین کن. مرحله اول اینه که یه قدم عقب برو و سریع به هیجاناتت و احساساتت واکنش نشون نده و توی دریای پرتلاطم هیجاناتت نپر، بلکه بعد یاد بگیری روی هیجاناتت موج سواری بکنی. از لحاظ روانی یه قدم عقب بایست. اما دومین قدم، یه نفس عمیق بکش و به جریان دم و بازدم توجه کن. قدم سوم تمرین مشاهده گریه. به اون چیزی که در درون ذهنت میگذره اجازه حضور بده. هیجاناتت رو تماشا کن. افکارت رو عین واقعیت نبین، بلکه اونها رو کلماتی ببین که میان داخل ذهنت و میرن. به افکارت بیش از حد اعتبار نبخش. سعی نکن از شر احساساتت و افکارت خلاص، بلکه سعی کن احساساتت، تجربیاتت و افکارت رو تماشا کنی و اجازه بدی همونطور که وارد ذهنت شدن همونجور هم از ذهنت بره. حالا که از لحاظ روانی یه قدم عقب‌تر واسطادی، از چشم انداز بالاتری داری مسئله رو نگاه میکنی، حالا بعد بر اساس ارزش‌ها و اهدافت رفتار کنی. چه چیزی اون لحظه توی رابطه شما مؤثره و رفتار مناسب هست و عواقب کارت رو مورد بررسی قرار بده. اگه این رفتار رو انجام بدم چه عواقبی در انتظار منه؟